السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسمت 39 از قصه حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداخت خون 2 نفر را جمع میکرد. 2 نفری که از قبیله بنی عامر بودند و آنها را عمرو بن امیه نافهمیده کشته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و عمر و یک چند صحابه دیگر به نزد قبیله بنی نضیر آمدند، یعنی به نزد یهودی های بنی نضیر، و از آنها طلب پول کرد چی قدر که توانایی داشته باشند. آنها هم راضی شدند، گفتند ای محمد شما همین جا بمانید، ما جمع میکنیم و میاریم به شما میسپاریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد اصحاب خود کمی دور رفت. ابوبکر و عمر و دیگر صحابی‌ها که با رسول خدا بودند فکر کردند رسول خدا برای قضای حاجت می رود. آنها در همون جای خود نشستند. رسول خدا دور رفت و در سایگی در نزد قلعه، دیوال قلعه در یک جا رفت نشست. یهودی ها این ماجرا را می دیدند و با خود گفتند محمد را در این حالت تنهایی ما دیگر نمیابیم و او هم نزد دیوار ما نشسته است. اکنون برای ما وقتی رسیده است که او را بکشیم. حتی اگر اصحابش بیایند کم هستند، کشته می شوند و اگر محمد کشته شود قوت مسلمان ها با همین تمام می شود. و بین خود مشورت کردند، گفتند کی تیار است محمد را بکشد؟ یکی از بینشان خیست عمرو ابن جحاش ابن کعب، گفت من او را میکشم. سنگ را میگیرم، یک سنگ بزرگ را و از بالا میاندازم بر سرش و با همین کار تمام میشود. سنگ را گرفت و به طرف جایی که رسول خدا نشسته بود حرکت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته استراحت میکرد. ناگهان جبرائیل علیه السلام آمد به نزدش و خبر را رساند که یهودی ها میخواهند خیانت بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش خیست و با اصحاب خود هیچ چیزی نگفت و زود به طرف مدینه حرکت کرد. صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هم باشند فکر میکردند رسول خدا برای قضای حاجت دور رفته است. آنها هم دیگر در جایشان نشسته بودند. وقت زیاد گذشت ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد آنها برنگشت. به هر طرف آنها می رفتند ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیدا نکردند. رسول خدا به مدینه منوره رسید، در حال مسلمان ها را جمع کرد و اعلان جنگ بر بنی نضیر را اعلان کرد. صحابه ها در مدینه تیاری برای جنگ می دیدند. ابوبکر و عمر و آن صحابه هایی که با رسول خدا بودند گفتند رسول خدا را چی شده باشد؟ به هر طرف می رویم او را نمی یابیم. آنها هم به مدینه برگشتند. وقتی آمدند دیدند مسلمان ها برای جنگ تیاری دیدند. پرسیدند چی شده است؟ برای چی تیاری می بینید؟ و کجا می روید؟ به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند یا رسول الله چی شد؟ ناگهان آمدی به مدینه با ما خبر نکردی. رسول خدا فرمود جبرائیل علیه السلام برایم خبر رساند که یهودی ها میخواستند خیانت کنند. لشکر مسلمان ها تیار شد و طرف قبیله بنی نضیر حرکت کرد. بعد از چند بنی نضیر دیدند که لشکر مسلمان ها می آید. درهای قلعه خود را بند کردند و آنها هم برای جنگ تیاری دیدند. مسلمان ها رسیدند. یهودی ها گفتند ای محمد ما چی کردیم که بر ضد ما لشکر آورده ای، اعلان جنگ کردی؟ رسول خدا فرمود میدانید چی کردید. عبدالله ابن سلول منافق در این وقت از مدینه شخصی را زود به نزد یهودی ها روان کرد
و یک خطی روان کرده بود، در اون نشسته بود که نترسید، جنگ کنید با محمد، اگر شما جنگ کنید ما با شما هستیم، اگر شما را از مدینه بیرون کردن ما با شما می رویم. بنی نظیر گفتند ما جنگ میکنیم و آنها با نیزه مسلمان ها را از بالای قلعه می زدند. مسلمان ها کمی به پشت رفتند و خیمه های خود را زدند، یعنی به منطقه رفتند که تیر نیزه به آنها نرسد. بنی نظیر بعضی زمین های کشت و کارشان بیرون از قلعه بود و در آنجا درخت های خرما داشتند، باغ ها داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد درخت های خرما را ببرید، یک تا درخت ها را ببرید. یهودی ها از بالا می دیدند درخت هاشان یک تا بریده می شد، از جهتی که مال در دلهاشان بود، همه قوت آنها مالشان بود، دین آنها مالشان بود. وقتی دیدند که درخت های خرماشان بریده می شود دیگر طاقت نکردند، به رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی را روان کردند. آن یهودی آمد و گفت ای محمد تو میگویی رحم دل هستی، چرا درخت ها را میبری، چرا درخت ها را از بین میبری؟ رسول خدا فرمود یا همه درخت ها را میبرم یا اینکه تسلیم میشوی، دیگر راه نیست. این یهودی رفت و خبر را رساند. یهودی ها گفتند ما تسلیم میشویم به شرط با خود هر چیزی که داریم میگیریم و از مدینه میرویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همه چیزهایتان را با خود بگیرید بغیر از سلاح، یعنی شمشیر و نیزه و دیگر سلاح‌هایی که دارید آنها را نمیگیرید، فقط چیزهای خود را که میتوانید با خود بگیرید میگیرید، از مدینه بیرون میشوید. آنها هم هر چیزی که توانستند گرفتند، حتی که درهای خانه ها را گرفتند و از قلعه بیرون شدند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را جزای سخت داد، از مدینه بیرون کرد برای خیانتشان. یکی از زنهایی که در قافله بود در آنجا بیت میخواند و حرکت میکرد، یعنی فخر میکردند، به طرف قلعه خیبر رفتند به نزد یهودی های خود. بزرگ قبیله بنی نظیر حیی ابن احطب و سلام ابن مشکن بود. وقتی به قبیله خیبر رسیدند آنها در قبیله خیبر بزرگ شدند، یعنی قبیله خیبر این دو برادر را بزرگ قبیله اختیار کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها به قلعه بنی نظیر در آمدند و چیزهایی که در آنجا مانده بود آنها را رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه هایی که از مکه هجرت کرده بودند، یعنی مهاجرین، با آنها تقسیم کرد. و در مورد این حالات الله متعال در سوره حشر یک چند آیات را نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم
مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بعد از اینکه یهودی ها به خیبر رانده شدند، قبیله غطفان میخواست بار دیگر بر مسلمان ها حمله کنند. پیش از این یک بار دیگر هم بر مسلمان ها میخواستند حمله کنند ولی کامیاب نشدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکری بزرگی را تیار کرد و به طرف منطقه غطفان حرکت کردند. وقتی رسیدند غطفان هم لشکری بزرگی تیار کرده بود. چند مراتبه زیادتر از مسلمان ها آنها بودند. صف کشیدند هر دو
و منتظر شروع جنگ بودند. غطفان می ترسیدند بر مسلمان ها حمله کنند. چند روز دوام کرد و هیچ کسی به یکدیگر حمله نمی کرد. قبیله غطفان گفتند مسلمان ها نماز می خوانند، ما در وقت نماز بر آنها حمله می کنیم. آیات نازل شد که در وقت جنگ چطور مسلمان ها نماز می خوانند، یعنی نماز ترس، صلات الخوف. رسول الله صلی الله علیه و سلم با گروهی نماز می خواند و گروهی دیگر مسلمان ها را حمایت می کرد. غطفان دیدند که در وقت نماز هم حمایت کننده دارند. چند روز گذشت، در دل آنها الله متعال خوف را جایگیر کرد، ترس را جایگیر کرد. آنها از زمین جنگ گریختند. بعد از گریختن آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم چند روز دیگر را در همان منطقه ایستاد و بعد به طرف مدینه حرکت کردند. در جای رسیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در اینجا کمی استراحت میکنیم. مسلمان ها خیمه های خود را زدند. شب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما را یعنی می ایستد و پیرداری میکنند. دو صحابه راضی شدند. عمار ابن یاسر و عباد ابن بشر هر دوی آنها گفتند ما بیداری میکنیم، پیرداری میکنیم. و این دو صحابه شب بیدار بودند. یکی از سربازان غطفان قسم یاد کرده بود که تا کسی را از مسلمان ها زخمی نکنم بر نمیگردم. نیمی شب شد. عمار ابن یاسر گفت به عباد ابن بشر من کمی استراحت میکنم. عباد ابن بشر نماز میخواند و هم وقت نماز نظر میکرد گاه. سرباز غطفان به عباد ابن بشر نزدیک شد و با نیزه زد. تیر در کتف عباد رسید. عباد تیر را شکست و نماز خود را دوام داد. بار دیگر سرباز غطفان با تیر زد. تیر در کتف عباد رسید. عباد تیر را شکست، نماز خود را دوام داد. آن سرباز در تعجب ماند. یعنی هر بار تیر را میزند به هدف میرسد ولی نمی افتد. بار سوم سرباز زد، تیر رسید ولی عباد تیر را شکست، نماز خود را دوام داد و سرباز گریخت. یعنی 3 مرتبه با تیر زد ولی تیر به هدف می رسید ولی عباد نمی افتید، نماز خود را دوام می داد، حتی از جایش حرکت نمی کرد. بعد از چند دن نماز خود را تمام کرد. عمار ابن یاسر بیدار شد، دید همه جا پر از خون است. گفت چی شده است تو را؟ عباد گفت با من را با تیر زدند. عمار گفت چند مرتبه زخمی شده ای، چرا من را بیدار نکردی؟ عباد گفت سوره را می خواندم، نخواستم نماز خود را قطع کنم. ترسیدم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت نرسد، برای همین نماز خود را قطع نکردم. و وقتی که آن سرباز تیر میزد هوا کمی تاریک بود، یعنی شب بود. برای آن سرباز گریخت که عباد از جایش حرکت نمی کرد، یعنی در تعجب مانده بود و از جهت ترسید چرا تیر می رسد نمی افتد، شاید انسان نباشد، برای همین گریخت. خب سحر شد، مسلمان ها به طرف مدینه حرکت کردند. وقتی به مدینه منوره رسیدند به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که قبیله دومة الجندل تیاری می‌بینند و می‌خواهند به مسلمان ها حمله کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 1000 مسلمان را تیار کرد و به طرف قبیله دومة الجندل برآمدند. سال 4 هجری بود. وقتی به طرف قبیله دومة الجندل رسیدند
آنها دیدن مسلمان ها را گریختند. مسلمان ها بز و گوسفندهای آنها را غنیمت گرفتند و باز به مدینه منوره برگشتند. یعنی بعد از واقعه غزوه احد هر قبیله میخواست بر مسلمان ها حمله کنند. یعنی فکر میکردن مسلمان ها ضعیف شدند و اگر بر مسلمان ها حمله کنند پیروز میشوند. ولی الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبری حرکت های آنها را میرساند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال تیاری میدید و پیش از اینکه آنها حمله کنند مسلمان ها بر آنها حمله میکردند و خود را از شر و از ضرر آنها حفاظت میکردند. در ماه شعبان سال 4 هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم با 1000 مسلمان به سوی منطقه بدر حرکت کردند. بعد از غزوه احد ابو سفیان به رسول الله صلی الله علیه و سلم خط روان کرده بود که باری دیگر در منطقه بدر جنگ میکنیم. این جنگ را بدری آخران نامیدند، یعنی بدری دوم. ابو سفیان هم به سوی منطقه بدر حرکت کرد. لشکرش از 3000 سرباز عبارت بود. ابو سفیان از مردم شنیده بود که مسلمان ها چطور بر قبیله ها حمله کردند و آنها گریختند و بسیار ترسیده بود. و منطقه بدر نرسیده بودند. ابو سفیان گفت ای مردم، امسال بسیار گرم است، جنگ نمی شود، برگردید، سال دیگر جنگ میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان به منطقه بدر رسیدند. در نزد چاه بدر 3 روز همونجا خیمه زدند، منتظر بودند. ابو سفیان نعیم ابن مسعود را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد. نعیم ابن مسعود آن وقت مسلمان نبود. نعیم ابن مسعود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای محمد، ابو سفیان 3000 نفر را در لشکرش داشت و به جنگ تیاری دیده بود و بسیار واهمه کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در کجا است؟ ما او را منتظر هستیم. نعیم ابن مسعود گفت هوا بسیار گرم است، برای همین او برگشت به مدینه. و به عرب ها خبر پهن شد که مسلمان ها به منطقه بدر آمدند، ولی ابو سفیان با لشکرش به منطقه بدر نآمد. عزت مسلمان ها، قدر مسلمان ها بالا شد. بزرگ قبیله بنی غله به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای محمد، برای جنگ آمده ای و آب ما را از خود کرده ای. بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبیله بنی غله صلح بود. مغشی ابن عمرو، یعنی بزرگ قبیله بنی غله، با رسول الله صلی الله علیه و سلم بی‌ادبی کرد. رسول خدا فرمود اگر خواهی صلح را قطع کنیم و جنگ میکنیم. مغشی ابن عمرو ترسید، گفت ای محمد، ما جنگ نمیخواهیم، صلح خوبتر است و ملایم شد. بعد از اینکه ابو سفیان با لشکری که 3000 بود، 3000 لشکر داشت، 3000 سرباز داشت، ترسیده و مکه برگشته بود و خبر بین عرب ها پهن شده بود. از این ماجرا همه عرب ها شنیده بودند. اکنون ابو سفیان میخواست قدر و مرتبه خود را بازگرداند. قبیله های زیادی که از مسلمان ها ترسیده بودند، گریخته بودند، بر ضد مسلمان ها بودند، کوشش میکرد با آنها صحبت کند، آنها را جمع کند، یعنی یک لشکری بزرگ تیار کند. بنی نضیر از مدینه رانده شده بودند. غطفان از زمین جنگ چند مراتبه گریختند و چند قبیله های دیگر بر ضد مسلمان ها جنگ اعلام کرده بودند ولی گریختند. همه اینها تیار بودند بر ضد مسلمان ها قوت جمع کنند، یعنی بر ضد مسلمان ها جنگ کنند.
حویی ابن احطب و سلام ابن مشکین و ابن ابی حقید بزرگان یهود به قبیله ها می رفتند، قبیله ها را زیارت می کردند و مردم را بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت می کردند. توانستند چند تا از قبیله های بزرگ را بر ضد مسلمان ها تیار کنند و آنها به مکه آمدند و گفتند قبیله ها اکنون تیار هستند برای جنگ. و از طرف دیگر ابو سفیان هم قبیله های دیگر را جمع کرده بود، توانست 10,000 سرباز را تیار کند. ابو سفیان از یهودی ها پرسید شما اهل کتاب هستید، دین ما درست است یا دین محمد؟ یهودی ها گفتند دین شما از محمد برتر است. یعنی یهودی های لعنتی می دانستند که اسلام دین حق است، ولی حقد و حسد بر اسلام داشتند. شرک و بت پرستی را از همه برتر دانستند. قبیله ها جمع شدند، لشکری بزرگی شد. از همه این ماجراها رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر بود. صحابه ها را جمع کرده بود، با آنها مصلحت میکرد، مشورت میکرد در مورد چطور خود را یعنی مدینه را حفاظت کنند، یعنی برای جنگ تیاری بینند. هر صحابه فکر خود را میگفت. انشاءالله تعالی در نمور بعدی دوام قصه را یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.